سلام، من امید فایننس هستم و امروز اونس جهانی طلا رو میخوایم که تحلیل کنیم. اول از تایم فریم ویکلی شروع میکنیم. میخوام یه دیدگاه کلی بهتون بدم راجع به اونس جهانی طلا و رفتارهایی که داره. ببینید، در سال شما نگاه بکنید، ما اینجا یک ناحیه مقاومتی داریم که قیمت بعد از شکستش و یا کلوز بالای ناحیه شروع به صعود کرد. همچنین سقف‌های مینور شما نگاه بکنید بعد از کلوز کندلی، اینجا رو نگاه بکنید بعد از کلوز کندلی. حتی در تایم فریم دیلی این خودش یک سقف هستش. شما اینجا رو نگاه بکنید و اکنون اونس جهانی طلا با توجه به رفتارهایی که داره احتمالاً بعد از کلوز بالای این ناحیه شروع به صعود داریم. چقدر صعود؟ چقدر میتونه بره بالا؟ به نظر من حدود 50% حالا لگ قبلیش، یعنی مثلا بخوای حساب کنی تو 5000، حتی من نظرم حتی 5000، ولی نه از الان، بعد از اصلاح کرد. یعنی اگر تا این نواحی اومد پایین، اون موقع میتونیم به فکر ناحیه‌های بالاتر باشیم، یا نه میتونه بعد از کلوز بالا این ناحیه صعود کنه. خب ببینید، تو گذشته هم همینطور بوده. طلا به سقف‌های ماژور قبلشون واکنش میدن. به عنوان مثال این ناحیه، حتی این تو تایم فریم دیلی ماژور هستش. میبینید مثلا بعد از خط روندهای کلی ما این ناحیه رو برای خودمون مشخص میکنیم برای بلند مدت داخل تایم فریم دیلی. همونطور که میبینیم قیمت به صورت شارپ رفت بالا. وقتی میگم خط روندها در تایم فریم بالاها در اونس جهانی طلا معتبر هستند، چه شکست چه پول بک، یعنی این بعد از علوی مثلث به سمت بالا حرکت کرد و به سقف قبل خودش واکنش داد. میبینید به سقف قبل خودش میرسه، اینجا نرسید. اینجا یه ناحیه بزرگیه. خب پس یعنی ما الان این ناحیه رو برای خودمون داریم، یعنی قیمت میتونه به این نواحی به خودشو برسونه. خب همچنین تلاقی داره با فیبو این لگ، تلاقی نداره، ولی این لگ تلاقی داره با 61.8 و 70.83. خب در چه صورتی؟ در صورتی که
این کف زده بشه، یعنی اگر اینطوری بشه احتمالاً بریزیم تا همینجا، بعد دیگه از همینجا صعود داشته باشیم. چرا من سناریوی نزول رو نمیبینم؟ شما یک نگاه به چارت بکنید، در تایم فریم ماهانه حتی همیشه سعودی بوده. یک نکته فاندامنتالی بخوام براتون بگم، همونطور که شما دیدید بیت کوین در حال ریزش است، یعنی مؤسسات دارایی‌های ریسکیشون رو میفروشن، بلخص بیت کوین، و با این پول میرن روی طلا اون سرمایه گذاری میکنن. پس خودم فکر نکنم به این ناحیه ها برسه، ولی میتونه برسه. آیا دیدگاه بلند مدت بود که بعد از شکست این کف برسه. و یک کانال بخوام براش در نظر بگیرم، در تایم فریم دیلی یک الگوی پرچم میشه گفت تشکیل داده. ولی خب زیاد منطقی نیست این الگو. حالا من همونطور که میبینید اینجا میدلاین یه واکنشی داشته، بعد این از حمایت و مقاومت، یعنی اگر بیت کوین به هر حال طلا با بیت کوین رابطه‌های مختلفی داره، اگر طلا بتونه این سقف رو بزنه خیلی احتمالش زیاد هست که بره برای تارگت های بالاتر. خب سناریوی کلی ما سعودیه. در تایم فریم 4 ساعته میخوام برای اسکلپ کردن و از سوینگ گرفتن پوزیشن بهتون بدیم و راهنماییتون کنیم. این کانال رو ما داریم. خب از جایی که میدلاینش بلند شده، از میدلاین بلند شده میشه این نوایی، اینجا که به میدلاین واکنش داده، یه همچین نوعی. خب این سقف هم ما داریم. از اون ما خط روند داریم که با خط روند بالای الگو تشکیل میده در تایم فریم 4 ساعته. و ما حتی این خط روند مینور هم داریم. این ناحیه میتونه ناحیه برگشته باشه. نواحی مهم بر رسم بکنیم. خب شاید بپرسیم برای چی از بالا مثلا مشخص نمی کنید؟ من دیدگاهم سودیه، ولی از بالا بخوام مشخص بکنم همین ناحیه در صورت تاییدیه میتونه برای نزول خوب باشه. حتی با دیدن تاییدیه های سعودی هم میتونه برای معاملات لانگ عالی باشه. در تایم فریم 1 ساعته اگر ما فیبوناچی این لگو بندازیم، بذار این لگو مشخص کنیم. ما الان در حال واکنش به این ناحیه هستیم. خب
در حال واکنش به این ناحیه هستیم ما. پس ببینید در صورت یعنی چی؟ یعنی این ناحیه میتونه به ما نوید لانگ معاملات لانگو بده، یعنی ما همین ناحیه دیدگاه ما سودی میکنه و اگر ما با RSI بررسیش بکنیم یا RSI داشتم ببینید خیر اینجا واگرای نشتیم، ولی ما اینجا که صعودمون در ناحیه اصلی فیبوناچی شروع شده واگرایی داشتیم. چرا این واگرایی معتبره؟ چون سقفشو زده و کلوز کندیلی داده. پس ما البته تارگت های خودشو داده ولی دیدگاه ما میتونه سودی بکنه. ما در چه صورت معاملات شورت میگیریم؟ به نظر من برای تایم های بالا بعد از خوردن این کف و یا این کف میشه و یا با شکست ترند لاین و کلو زیر این سطح و با پول بکش وارد بشیم. وقتی پول بک هم میبینیم باید تاییدیه ببینیم. خب در تایم فریم 30 دقیقه خود این توی کانال هستش، اگه دقت بکنید خود این داخل یک کانال هستش. اگر فیبو همین ناحیه رو باز بکشیم یه همچین ناحیه به ما میده. خب میخوام سناریو بهتون بدم. ببینید الان دیدگاهمون سودیه دیگه. قیمت تا فریم 15 دقیقه هم بذارم. قیمت میتونه از اینجاها یعنی تلاقی خط روند ناحیه فیبوناچی از اینجا بریم تا اینجا، تا این ترند لاینه. خب بعد از ترند لاین هم حالا ما میتونیم صبر بکنیم باش پول بک و برسیم به اینجا. یا چی؟ یا ما با شکست این خط روند و کلوز کندل زیر این سطح با پول بک، اگر پول بک تایید دیدین سل میگین، اگر تاییدیه ندیدین سل نگیرین تا این ناحیه. اگر هم پر ریسک هستین شاید قیمت به این نوایی نرسه. با شکست این ناحیه میتونید سل بگیرید، بای بگیرید، ولی بیشتر صعود متحمل هست. تا هفته دیگه و بررسیش بدرود.